وصیت 51 دعای از قرض نجات یافتن. از ام المؤمنین مادر مؤمنها حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پدرم یعنی ابوبکر رضی الله تعالی عنه روز نزدم آمد و گفت من از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای را شنیدم و آن را به من تعلیم داد. گفتم کدام دعاست؟ گفت عیسی پسر مریم علیه السلام یارانش را تعلیم داده می گفت اگر بدوش کدام شما مثل کوه از طلا قرض باشد خدا را با این دعاها یاد نماید قرضش را ادا نماید. یعنی خدایا دور کننده اندوه، برطرف کننده غم، اجابت کننده دعای ناچاران، بخشنده دنیا و آخرت و بخشاینده آنها، تو رحمم می نمایی، پس به رحمت رحمم نما که به آن از رحمت دیگران بی نیاز نمایی. ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت با دعاها خدا را دعا می نمودم و خداوند فایده زیاد برایم داد و از قرض نجاتم داد. شنونده گرامی، منظور تنها مجرد تلفظ کردن این دعاها نیست، بلکه با اخلاص و ایمان و با محبت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاد بنما و دعا کن تا حاجتت روا و از قرض نجات یابی. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید من این دعاها را میخواندم و دیر نگذشته خداوند رزقم را میرسانید و قرضم را ادا مینمودم و به اهلم تقسیم مینمودم و دختری عبدالرحمن را 3 قبضه مال دادم و برایمان باقی ماند. روایت بزار، حاکم و اصفهانی.